نیروی دریایی چین با سرعت فراتر از انتظار در حال توسعه کشتی‌های جنگی است و طبق یک پیشبینی تا سال 2030 ممکن است چین بزرگترین نیروی دریایی جهان را داشته باشد. تا سال 2030 19 زیر دریایی، 4 کشتی هواپیمابر، 102 ناوشکن و ناوچه، 26 ناوچه سبک، 73 کشتی آبی و خاکی و 111 شناور موشک‌انداز در نیروی دریایی چین وجود خواهد داشت که در مجموع 415 کشتی مختلف خواهد بود. این تعداد شناورها چین را در صدر بزرگترین نیروی دریایی جهان قرار خواهد داد. اگرچه چین واقعا به 415 کشتی در نیروی دریایی خود رسیده است، اما چنین مجموعه احتمالاً به 2 برابر زیر دریایی بیشتر از آنچه در حال حاضر تولید می شود نیاز دارد. افزایش عظیم تولید ناوشکن و افزایش کشتی‌های آبی خاکی همچنین به 2 کشتی هواپیمابر بیشتر از آنچه در حال حاضر در دست است نیاز دارد. رسیدن به چنین هدف والای مستلزم افزایش قابل توجه بودجه طرح‌ها در زمان است که حزب کمونیست حاکم در چین سرانجام افزایش بودجه نظامی خود را کلید خواهد زد.